نیکا در باز کنی؟ غلط کردی. تکرار نمیشه. سارا نیکا تا آخر عمرتون که اون تو نمیمونین که بالاخره میایم بیرون وقت من میدونم شما. ما جان چیه؟ چت شد؟ جنی ببین من شدی؟ سر صدا نکردم که تو بیدار نشی. این دوتا دیگه شورشو در آوردن. بچهای پر رو چیکار کردن؟ تقلب. دیگه چیکار می‌خواستی بکنن؟ نقه جان تقصیر شمام هستا. من حالم خوب نیست. من به هم ریختم. من عصبی‌ام. من قرص می‌خورم. تو هم انگار نه انگار. مامان تقلب نکردیم. دیدی که تقلبمون جا گذاشتیم. خب برای چی تقلبتون شما جا گذاشتین؟ یه تقلب کوچیک. نقه چی میگی؟ میفهمی؟ از مدرسه زنگ زدن گفتن این دوتا تقلب کردن. اگه تکرار بشه اخراجتون میکنن. میفهمی؟ مامان جان ببخشید من تازه از خواب بیدار شدم. من ویندوز من بالا نیومد. بیا نگاه کن. نگاه کن. من یه سوال دارم. چقدر وقت گذاشته اینو نوشتین؟ من ننوشتم. نیکا نوشت. سارا گو بنویس. سوال منو جواب بدین. چقدر وقت گذاشتین گفتی رو بنویسین؟ نیم ساعت. نیم ساعت. این 5 دقیقه آدم مینویسه. نقی کم. تو نیم ساعت نمیشد این 4 تا خط رو حفظ کنین؟ پس چیکار میکنین تو این خونه؟ از صبح تا شب دست به سیاه‌وسفید که نمیزنین. از مدرسه میاین کیف یه بر مقنعه یه بر. نمیدونم کتاب یه بر دفتر یه بر جوراب یه بر کفش یه بر. مامان جان نفس عمیق نفس عمیق نمیخوام بکشم نقی الان. از صبح تا شب کلا تو گوشی اس ام اس خجالت نکشین دیگه. نقی نمیخوای هیچی بگی تو.